5 سالت که باشه میگی مامان دوست دارم. 12 ساله که میشی میگی مامان چقدر اعصاب خورد کنی. 16 سالت که میشه میگی فقط منتظرم از این خونه برم. 18 سالت که میشه میگی دیگه بسه تموم شد. اما وقتی 25 سالت میشه میفهمی مامان حق با تو بود. 30 سالگی فقط دلت میخواد بری ببینیش. 50 سالگی از ته دل میترسی از دستش بدی. 80 سالگی میگی هر چی داشتم میدادم فقط یک بار دیگه صداشو بشنوم. بین این سالها 1000 تا چیزو کم کم میفهمی. اینکه چطور دستاش با جون و دل کار میکردن، چطور صدای آرومش ترساتو میریخت، چطور دوستت داشت حتی وقتی پسش میزدی. یه روز میبینی داری لباسات رو همون جوری تا میکنی که یاد داده بود. میبینی ردش، نفسش، درسهاش، خندهاش همه جا توی زندگیت هست. پس اگه هنوز کنارت هست نگه ندار، عقب ننداز. الان بهش بگو مرسی میبینمت و بیشتر از چیزی که بلد بودم بگم دوستت دارم.